همه ما میدونیم که جنگ‌ها به عنوان نقطه عطف تاریخ شناخته میشن، اما چیزی که کمتر به اون توجه میشه سلاحی هستن که در این جنگ‌ها استفاده شده و در واقع مسیر تاریخ بشر رو برای همیشه تغییر دادن. این 10 سلاح نه تنها تغییرات بنیادی در استراتژی‌های نظامی ایجاد کردن، بلکه دنیای امروز رو شکل دادن. امروز می‌خوایم با هم به سلاح‌های شگفت‌انگیزی نگاه کنیم به تاریخ جنگ و تغییر دادن. آماده‌اید برای سفر به دنیای پرخطر سلاحی مرگبار؟ پس با ما همراه باشید. قدمت سلاح فلزی به دوران باستان باز میگرده. در اون زمان انسان‌ها برای نخستین بار فلزات رو کشف کردند و از اون برای ساخت شمشیرها استفاده کردند که نه تنها کارآمد بودن بلکه قدرت بزرگی رو به جنگجویان میدادند. شمشیرهای برنزی تونستن مزیت بزرگی رو نسبت به سلاح چوبی و سنگی ایجاد کنند و در نبردهای اولیه بین قبایل و تمدن‌ها رخ میداد. تغییرات بزرگ در نتیجه جنگ‌ها به وجود می‌آورد. این شمشیرها اغلب در دستان جنگجویان باستانی مانند مصری‌ها، آشوری‌ها و یونانی‌ها قرار داشت که با اونها قلمرو بزرگتری رو فتح می‌کردند. اما این تنها آشوری اونا بود، چرا که افزارهای جنگی با پیشرفت فناوری پیچیده‌تر شدند. قرون وسطا شاهد تحول عظیمی در سلاح بودیم. کمان بلند انگلیسی یکی از اون اختراعاتی بود که تحولی در میدان جنگ ایجاد کرد. این کمان‌ها قادر بودند که با قدرت و دقت بالا از فاصله دور به دشمن آسیب بزنند. در نبرد آگینکورد در سال 1415 سربازان انگلیسی با استفاده از کمان‌های بلند موفق شدند ارتش فرانسه را که از لحاظ عددی برتری داشتند به شکست بکشونند. کمان بلند به دلیل برد بالا، سرعت شلیک و قدرت نفوذ در ذرای اون زمان به یکی از قدرتمندترین سلاح تبدیل شد. این سلاح نه تنها جنگ رو تغییر داد، بلکه باعث شد که قدرت و تصمیم‌گیری در میدان جنگ به افرادی با مهارت‌های خاص در استفاده از این سلاح داده بشه. اما با گذشت زمان قدرت کمان به سرعت جای خودش رو به سلاح دیگر خواهد داد. آغاز دوره باروتی در اروپا به طور کلی تحول بزرگی در میدان جنگ ایجاد کرد. توپخانه‌های باروتی در قرن 15 به یکی از اساسی‌ترین سلاح تبدیل شدند. برای اولین بار ارتش‌ها قادر بودند دیواره قلعه‌ها و دژهای مستحکم رو که قرن‌ها غیر قابل نفوذ بودن رو نابود کنند. توپخانه‌های سنگین در جنگ‌های معاصره یکی از ارکان استراتژیک بودند. اما توپخانه‌های سبک هم به تدریج به ابزارهای جنگ میدانی تبدیل شد. در نهایت این توپخانه‌ها در جنگ‌های کلیدی مانند فتح قسطنطنیه توسط عثمانیان و نبردهای صلیبی نقش مهمی داشتند. در آن زمان مفهوم قدرت نظامی دیگه صرفاً به تعداد سرباز وابسته نبود، بلکه به قدرت آتش و فناوری‌هایی که میتونستن از دور بدون نیاز به نبردهای فیزیکی سرنوشت جنگ‌ها رو رقم بزنن تبدیل شده بود. تفنگ سرپر اختراعی بود که در قرن 16 به میدان جنگ وارد شد و دنیای جنگ رو برای همیشه تغییر داد. برخلاف کمان‌ها و تیرهایی که نیاز به مهارت ویژه داشتند، این تفنگ به یک سلاح قابل دسترس برای همه سربازان تبدیل شد. این سلاح به ویژه در جنگ‌های بزرگ قرن 17 و 18 تاثیرگذار بود و به ارتش‌های پیاده نظامی امکان میداد که از فاصله زیاد به دشمن شلیک کنند. به تدریج سلاحی با دقت بیشتر و قدرت بیشتر مانند تفنگ‌های مگنوم وارد میدان شدند. اما این تفنگ‌ها اولین قدم در این راه بودند. در جنگ‌های استعمارگرانه این سلاح‌ها به امپراتوری‌ها امکان میداد که بدون نیاز به مبارزات نزدیک و دشوار سرزمین‌های بزرگی رو فتح کنند. اما این تغییرات همچنان به سمت اختراعات بعدی پیش می‌رفت تا اینکه اولین سلاح اتوماتیک وارد میدان شدند. در اواخر قرن 19 یک اختراع بیرحمانه به نام مسلسل مکسیم جهان رو شگفت زده کرد. این اولین سلاح اتوماتیک بود که میتونست به طور پیوسته گلوله شلیک کنه. مسلسل مکسیم به طور معجزه آسا سرعت و قدرت آتش رو افزایش داده بود و اونها رو به سلاح مهلک تبدیل کرد. این سلاح در جنگ جهانی اول نقش بزرگی ایفا کرد و یکی از مهمترین ابزارهای جنگ تبدیل شد. سرعت شلیک بالا و قابلیت کشتار جمعی اون باعث شد که میدان نبرد به میدان خون تبدیل بشه. این سلاح نه تنها تکنیک‌های جنگی رو تغییر داد، بلکه مفهوم تلفات انسانی و به ویژه تلفات غیر نظامی رو به یک نوزر جهانی تبدیل کرد. با ورود تانک‌ها به جنگ جهانی اول، دنیای جنگ برای همیشه تغییر کرد. تانک مارک 1 اولین تانک جنگی تاریخ برای شکست خطوط دفاعی دشمن و عبور از موانع مانند سیمای خاردار طراحی شد. این ماشین‌های غول‌پیکر که به طور مداوم در جبهه‌های جنگ به کار گرفته می‌شد، برای ارتش‌ها فرصتی برای پیشروی در زمین‌های دشوار و موانع طبیعی به ارمغان می‌آورد. تانک‌ها به عنوان سلاحی سنگین و با قدرت آتش بالا شناخته می‌شدند که در نبردهای مانند نبرد سوماد و پاسچندان تاثیر زیادی داشتند. اما این تنها آغاز تحول در عرصه جنگ‌های زمینی بود. سلاح‌های دیگری در راه بودند که بر سرعت و دقت حملات تاثیر بیشتری می‌گذاشتند. کلاشینکوف یا AK-47 که در سال 1947 طراحی شد، یکی از مهمترین سلاح‌های تاریخ جنگ بود. این تفنگ به دلیل طراحی ساده، قابل اطمینان بودن و توانایی شلیک در شرایط دشوار به یکی از پرکاربردترین سلاح‌های جهان تبدیل شد. به طور گسترده در جنگ‌ها و شورش‌ها در سراسر جهان استفاده شد و تقریباً در رأس هر ارتش و گروه نظامی قرار داشت. طراح اون به گونه‌ای بود که به راحتی میتونست در شرایط مختلف آب و هوایی و سختی‌های میدان جنگ عملکرد عالی داشته باشه. این سلاح نه تنها یک ابزار نظامی تبدیل شد، بلکه به نماد شورش و انقلاب هم تبدیل شده بود.
اگرچه دنیا وارد عصر جدید از سلاح هوشمندتر و تکنولوژی پیشرفته‌تر شد، اما کلاشینکوف هنوز یکی از نمادهای اصلی جنگ‌های مدرن باقی مونده. آگوست 1945 جهان شاهد اختراع سلاحی بود که به هیچ وجه مشابه اون در تاریخ وجود نداشت. بمب اتم. این سلاح که توسط ایالات متحده در هیروشیما و ناگازاکی به کار گرفته شد، به طور ناگهانی پایان جنگ جهانی دوم رقم زد، اما اثرات اون فراتر از جنگ جهانی بود. بمب اتم جهانی رو وارد عصر جدید از ترس و دلهره کرد. جنگ سرد میون آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی که در اون تهدید جنگ هسته‌ای سایه خودش رو بر همه کشورها گسترده کرده بود، به طور مستقیم به سلاح مربوط بود. به همین ترتیب نه تنها جنگ‌ها بلکه روابط بین کشورها برای دهه‌ها تحت تاثیر این تهدید جهانی قرار گرفت. پهپادهای MK9 ریپر که در دهه 2000 به کار گرفته شدند، تغییر اساسی در نوع جنگ‌های مدرن ایجاد کردند. این پهپادها که به طور مستقیم عمل می‌کنند، قادر هستند به طور دقیق و بدون نیاز به نیروهای انسانی در میدان جنگ، هدف‌ها را شناسایی و نابود کنند. این سلاح هوشمند به نیروی هوایی ایالات متحده این امکان میده که در جنگ‌ها بدون ریسک جون نیروهای خودشون دشمن رو هدف قرار بدن. علاوه بر دقت بالا، این پهپادها از لحاظ هزینه‌ای هم مغروم به صرفه‌تر از جنگنده و بمب‌افکن‌ها هستند. جنگ‌های آینده به طور فزاینده‌ای به سمت استفاده از این نوع سلاح هوشمند پیش خواهد رفت. امروز جنگ‌ها دیگر محدود به میدان نبرد و عملیات فیزیکی نمیشه. جنگ‌های سایبری که برای سیستم‌های دیجیتال و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تمرکز داره، یکی از بزرگترین تهدیدهای تبدیل شده است. از حملات سایبری که میتونیم سیستم برق یک کشور رو از کار بندازیم تا نفوذ به شبکه‌های دفاعی و اطلاعاتی. جنگ‌های سایبری قدرت‌های جدید رو به دست آوردن. این جنگ‌ها به هیچ سلاح فیزیکی نیاز ندارن و میتونن در کمترین زمان به تأسیسات حیاتی یک کشور آسیب بزنن. خب خوشحال شدم که در اینجا نگاه کردی. این تحصیلات نه تنها ابزارهای جنگی بودن، بلکه به موتورهای تغییر تاریخ تبدیل شدن. از میدون نبردهای قدیم تا جنگ‌های دیجیتال مدرن، سلاحی که همیشه نقش مهمی در شکل‌دهی به جهان ایفا کردن. فکر می‌کنی این سلاح دیگری هست که تو این لیست باشه؟ حتی در آینده باید اون وجود داشته باشه. آینده نامعلومه، ولی قطعاً همچین سلاحی وجود خواهد داشت. نظرتون رو با ما در میون بذارید و اگر از این ویدیو لذت بردید فراموش نکنید که کانال ما رو دنبال کنید.